مورد جراحی لیفت میدفیس به قسمت میانی صورت گفته میشه و معمولا افرادی که خط خنده عمیقی دارن و برای پر کردن اون به ما مراجعه میکنن معمولا توی معاینه مشخص میشه که علت خط خنده عمیق اونها افتادگی گونه‌شون هستش. وقتی که به مرور زمان چربی های ناحیه‌ای گونه تحلیل میره و همچنین تو سنین بالاتر حتی استخوان هم تحلیل میره، قسمت میانی صورت افتادگی پیدا میکنه و این افتادگی باعث عمیق‌تر شدن خط خنده میشه. توی جراحی لیفت اندوسکوپیک ما برشی داخل موها میدیم و به وسیله همون دوربینی که ذکر کردم وارد میشیم و بافت‌های عمقی رو جابجا میکنیم و به این میزان تقریبا بالا اومدن بافت گونه رو خواهیم داشت که اگه همراه با لیفت شقیقه و پیشانی انجام بشه میبینید که چهره رو بسیار شادابتر میکنه و بسیار هم در واقع اون خستگی چهره رو میگیره، افتادگی قسمت میانی صورت رو برطرف میکنه و همینطور حجم گونه فرد هم بیشتر میشه. منتها این جراحی برای افرادی مناسب هستش که کیفیت پوست نسبتاً خوبی داشته باشند و تقریباً سن پوستی اونها بین 35 تا 45 سال باشه. البته یه مقدار بالاتر یا پایینتر ممکنه که توی افراد مختلف متفاوت باشه و ما اون رو با معاینه تشخیص میدیم. برای اینکه پوست نمیخوایم توی این جراحی برداشته بشه، خوبی لیفت اندوسکوپیک این هستش که چهره رو بسیار شاداب میکنه، با وجود تغییرات کمی که در صورت میده یک نمای بسیار نچرالی داره و اسکاری هم برای فرد باقی نمیذاره. مرسی. جابجا کنیم بدون اینکه برش وسیعی داشته باشیم. بنابراین انگار درس جواب میده.